خدا وکیلی این چه کاری ما داریم میکنیم؟ ما آدمیم، ما انسانیم. چرا باید باکو وسط ببریم؟ چرا؟ ما آدم نیستیم، ما خود شیطانیم. سلام و عرض ادب به تودلی ترین عشقای داداشیم. نه یه بار، نه دو بار، نه سه بار، 1000 بار به چنل خودتون اکرم یدکی خیلی خوش اومدی. آقا تو این ویدیو میخوایم یه حرکت قشنگ بکنیم، یعنی به سوال شما که آقا تو این باک هوندا چیه؟ 30-40 سال ما داریم سوار این موتور میشیم، نمیدونیم که آقا توش به چی به کار رفته، چه موادی داره، چه جوریه، بنزین چه جوری میره توش، زاپاسش چجوری کار میکنه، بنزین کجا وای میسته، چرا آشغال میگیره. خلاصه میخوایم این